سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان گلم. بعد از این مدت برگشتم و امید دارم که حالتون خوب باشه. ببینید یه سری قالبا هستش نوکاشون به اصطلاح پوزه داره و تو کشور اروپایی خیلی مده و خیلی کار میکنن و ساختشون مقداری سخته تا این پوزه در بیاد و قالبش درست بشه. این الان تموم شده، این کار کشی شده این کار و واسه زیره و پاشنه مونده. کار خاصیه و زیب میخوره و نوکش بسیار نوکه کار بسیار زیباست. و دیگه حالا مراحل بعدی هم که ایشالله با هم دیگه دونه دونه جلو میریم. ممنونم ازت.